ما و شما باید که این سیدزاده هایی که در بین ما هستند به خاطر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم اینها را دوست بداریم و احترام کنیم. یک قصه را کوتاه من نقل میکنم. حضرت شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه یک قصه آورده است. میفرمایند که در یک زمان یکی از انسانهای صالح بود که خود سیدزاده بود، همسرش هم سیدزاده بود، یعنی اولاد جناب پیغمبر بود. این شخصیت خودش وفات کرد، همسرش همراهی 3 طفل یتیمه باقی ماندند. زمان قحطی آمد. این شخصیت میگه این زنی که میگه همراهی بیوزن ماند، همراهی طفلهای یتیمش، نزد امیر شهرش رفت. از او بسیار التماس کرد، من یک زنی تنها هستم، شوهرم وفات کرده است، من یاردم که دستگیری که حتی میگه به حالت رسید من سیدزاده هستم، من اولاد جناب پیغمبر هستم. این امیر که از بعض امیرها و سردارهای منافق صورت خیانتکار بود باور نکرد و سوی این زن گفت که اگر تو سیدزاده باشی که حجت دلیل که بیار که یکان شجرتنامه یعنی عهدنامه داری که تو در اصل اولاد پیغمبر هستی. قصه کوتاه هرچند گفت این شخصیت میگه قبولش نکرد، چیزی براش هم نداد. این زن ناامید از اون خانه برآمد. این امیر یعنی این سردار و رئیس جاینشینش میگه یک شخصیت مجوسی آتش پرست بود. علاج نیافت. این زن میگه نزد خانه اون مجوسی رفت، یعنی جاینشین این امیر نزد خانه وی رفت. از اون بسیار التماس داره کرد، گفت من بیوزن هستم، 3 طفل یتیم دارم. بعد از اون نامبر کرد، گفت من اولاد پیغمبر هستم، سیدزاده هستم. این شخصیت مجوسی وقتی فهمید که سیدزاده، میگه بسیار به خوبی پیشوازش گرفت، احترامش کرد، در خانهش مخصوص براش جا کرد، لباسا و سر بدنشون عدش کرد و خوراکهای خوب براشون داد. این روز از بین گذشت، شب شد. این امیر میگه بعد از کارش به خانهش رفت. وقتی خواب رفت، در خواب میگه صحرای قیامت در خواب دید. خواب دید که در صحرای قیامت است، خداوند جنت براش نمایان کرده است، در نزد یک قصر جنت ایستاده است، خیلی قصر عالی هست و جناب پیغمبرم در نزدش ایستاده است. این امیر شخصیت میپرسه، میگه یا رسول الله قصر زیبای قدر قصر عالی قصر کی هست؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه این قصر از یک امتهای من است، از یک مسلمانهای امت من است. این امیر میگه که یا رسول الله، میگه از یک یعنی مسلمانهای امت باشه، منم مسلمان امت هستم، همین قصر برای من ببخش. میگه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه با سوش میگه که ای امیر، میگه در این دعوات حجت و دلیل داری؟ چی نوعی که دین روز فرزندی من دلیل پرسیدی که تو سیدزاده باشی دلیل داری؟ چی نوعی که دین روز فرزندی من از در خانه ناامید کردی رای کردی؟ گفت سیدزاده ایم قبولش نکردی. چی نوعی که از فرزندی من از اولاد من دلیل پرسیدی؟ آیا تو هم دلیل داری که مسلمان هستی؟ این شخصیت میگه یک تکان خورد، از خواب بیدار شد، سر و بدنش وجودش عرق کردگی وجود میلرزد. از خانه بیرون شد، در حال میگه خدمتگارها را پرسید شب است. او همون زنی که نزد من آمد در کجا هست؟ در حال جستجو کردن، گفتن در خانه فلانی جاینشین شما مجوسی است، آتش پرست. میگه شخصیت در حال خود میگه دوان آمد و پس در خانه را زد. این جاینشین امیر برآمد از پیش راهش و حضرت مرحمت فرمایه بسیار التماس کرد که همون مهمانها تا برای من بودی، همون مهمانها را بودی که من برم در خانم عزت کنم، قدردانی کنم که چه مهمانهای بزرگ بودن من به قدرشون نرسیدم. این مجوسی گفت که حضرت هرگز من این مهمانها ما برای تو نمیدی. گفت با چی خاطر؟ گفت به خاطره که همون لحظه که جناب پیغمبر شما را جواب داد و قصر نداد، همون لحظه جناب پیغمبر من فریاد کرد قصر برای من بخشید. همون خوابی که تو دیدی اون خواب منم دیدم. از خوابم بیدار شدم، آمدم لبی دامن این زن گرفتم و کلمه شهادت گفتم و ایمان آوردم. همون لحظه که جناب پیغمبر شما را جواب داد و قبول نکرد، همون لحظه جناب پیغمبر من دعوت کرد قصر برای من بخشید. هرگز که این مهمان ها برای شما نمیدید. یعنی که ما و شما هم باشیم برادرای عزیز بزرگوار،
سیدزاده های که در بین ما سلسله اولاد پیغمبر مانده اند، صالح ها و خوب هاشا به خاطر خدا دوست بداریم، احترام کنیم، قدر